خب سلام دوستان، امروز اومدم با یه ویدیو جدید. امروز میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری هر وسیله که میخواید بردارید و هم قلب داشته باشید، همین یعنی دمیج بخورید. خب اگر داری ویدیو رو با گوشی میبینی حتما لایک و ساب کن، چون آموزش های زیادی میذارم. بریم برای آموزش. Let's go. خب نگاه کن، الان مده. نگاه مثلا من میخوام فول ندرایتیشم. یه شمشیرم برمیدارم. بعد مثلا میخوام اینو، البته میتونید دو نفره مثلا این پارکور که میبینید اینجوری هم میتونید بذارید. خب میرید تو تنظیمات، این سه خط، ای بابا اومد بیرون. میرید تو تنظیمات، این سه خط رو میزنید. بعد این گزینه، این گزینه رو میزنید. خب بعدش میخواید مد کنید، میذارید رو گزینه وسط. میخواید غیر مد کنید، یعنی همینجوری قلب داشته باشید، میزنید روی این. همین نگاه کنید، من میذارم روی این و میام بیرون. نه فول ندرایتی هم و شمشیرم دارم. اگه از این ویدیو خوشت اومد من ویدیو رو لایک کن، کانالم هم ساب کن که هر روز آموزش های جدید براتون میذارم. خداحافظ.